شرط دوم گفتیم العلم واليقين واليقين. العلم واليقين دومش يقين. يقين المنافي لشك. يقين يعني يقين دونستان، عمیق دونستان، باوری. یعنی این عکس چه؟ شک، گمان، رایب، ضد شک. شک به چی منافی میبید؟ شک. نباید که یعنی لا اله الا الله با آدم شک نکند. لا اله الا الله یعنی چی؟ یقین داند. الله سبحانه و تعالی میگه که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أنا من شيء يعني شاهد شيء إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنها من هو که الله سبحانه و سوره حجرات و مؤمنها همین هایی که یگانه الله سبحانه و تعالی به ایمان آورده و رسول الله صلی الله علیه و ایمان آورده ولم يرتابوا ثم لم يرتابوا. سونه چی؟ ریب نکردن. سونه چی؟ ریب نکردن. شک نکردن، گمان نکردن. یعنی لا اله الا الله شون ایمانشون چه بود؟ یعنی لا اله الا الله شون مستحکم استوار بود، شک نداشتن. برای همین شک و گمان این از خصلتی که ها منافق ها سوره توبه الله تعالی میگه که انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتادت قلوبهم. سورة توبة وارتادت قلوبهم. نعم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وارتادت قلوبهم معنی وارتادت قلوبهم یعنی که همین هایی که اذن میگیرن، همین هایی که الله روز قیامت به باور ندارن، وارتادت قلوبهم دلهاشون چه؟ شک. ارتادت یعنی چه؟ شک. ارتاد چه یعنی؟ ارتادت نعم یعنی فهم في ريبهم يترددون. فهم في ريبهم يترددون. و همین چیز یعنی فقط ریب گماننده، یعنی فقط گمان شکنده. یعنی یک باور میکند یک گمان میافتد، یک باور میکند یک وسوسه میافتد، یک گمان میکند یک ایمان میبیارد. فهمید؟ فهم في ريبهم يترددون هو بين الحر والبرد مترددون. و آدم چیز یعنی آدم شما مکه رفتنی نرفتنی یعنی متردد بین الذهاب و عدم الذهاب. مکه روام نروام من مترددم یعنی شک. فهمید؟ شکنده. و چیز یعنی خلق شکنده یعنی صفة منافقة. البقرة متردد في النحر والذبح. كيف؟ البقرة متردد. نعم والبقر متردد بين النحر والذبح. يستأذن إنما يستأذنك إذن رخصة إجازات مطلبات. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث كذلك أخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله من حديث أبي هريرة رضي الله عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد إلا دخل الجنة. على من شيء لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. همین آدم کسی که گفته الله همین کسی واخورد غیر شاک اینجا دیگه کجا بچی؟ اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. علمين غير شاك فيهما عفوا چی بمیگریم یعنی دایره بمیگریم غير شاك فيهما الا دخل الجنه. کسی که اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله گویا همین کسی با شرط چه شرط؟ بی شک نکرده باشد همون آدم چه میشد یعنی جنت بمیدرد. فهمده؟ همین آدم فقط چه میدرد یعنی همین آدم فقط جنت. دیگه روایتنده غیر شک فیهما فیحجب عن الجنه. و آدم هیچ وقت این کارش که از جنت چی محجوب نمیشود. محجوب یعنی از جنت من نمیشود. جنت دروازش برای یک شده میشه. فیحجب عن الجنه.
عن الجنة نعم الجنة از جنت حجاب بین وی و بین و از جنت یعنی محروم نمیشود ها حاضر ها انا اینا حجاب میگه این حجاب میشه فهمید یعنی این کتاب برای اینجا گذاشتن چی نمیتونه ها نمیتونه آدمی که غیرش بی شک اگر لا اله الا الله گفت همه حجاب برداشته میشه فهمید وين دوزخ وين فيحجب عن الجنه فيحجب عن الجنه یعنی معنیش که لا يلقى الله یعنی معنیش لا يحجب عن الجنه فهمید کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بی شک اگر گوید همون آدم چه از جنت چه از جنت محروم نمیشه یعنی بین وی و بین جنت حجاب انداخته نمیشه بین وی و بین جنت چه حجاب انداخته نمیشه فهمید یعنی دروازه جنت برای وی چه میشه شوده میشه به شک به شرطی که بی شک گفته باشه بی شک گفته باشه نعم از اینجوری چجوری میکنه بین شک و وسوسه مثلا وسوسه نعم یعنی وسوسه میشه لیکن وسوسه اند آدم چی میشه یعنی بین المسترسل و بین المجاهد یک کس یسترسل مع الوسوسه وسوسه و داده شده به مثلا غلط میشه واقعی وسوسه میشه دویمش چی جهاد میکنه فهمیدید همه آدمی که وسوسه میبیاد و جهاد کرده وسوسه شکند وای الحمدلله گمان خلاص شد نمیداره لیکن استرسال کرد اوای چی شد وای نیست تو نابود میشه به این کارش فهمیدید علامین چیز علامین چیز یعنی چی بزرگ غیر شک شک یعنی انسان لا اله الا الله باید که گمان نداشته باشه یقین مثل افتاب برین دانی که لا اله الا الله بدین شه هم به حدیث ابو هریره مسلم اندام گرفته بودیم که رسول صلی الله علیه و سلم علیشه و یقول ابو هریره میتونه چی میگه بشر میگه كل من يقول لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه مستيقنا بها قلبه کسی که لا اله الا الله گوید مستيقن یعنی دلش یقین باشد لا اله الا الله هیچ کل گمان نباشد فقط چه علم جنت میدارد مستيقنا بها قلبه مستيقنا بها قلبه فهمید علمین یعنی این با یعنی چیزی که انسان برای همین هیچ وقت حرکت کرده چی میکند یعنی یقین به حرکت میکند از شک دور میشود از شک دور میشود یعنی کتاب‌های اهل الحاد کتاب‌های شرک کتاب‌های بدعت کتاب‌های نمیخواند که چی میکند یعنی دلش به شک میبیارد این چیزا انا آدم این چیز یعنی ما مطلوب چی از اهل بدعت از اهل همین الحاد و از همین اهل اینا چی دور شدن و کتاب‌های اینا باید که نخونیم فهمیدید درس‌های اینا به نرویم اینا گوش نکنیم فهمیدید هم به بعضی وقت کتاب‌های همین کتاب‌های تورات و انجیل میخواند چی میگوید یعنی ما خونده و یا بر رد میکنیم میگوید هم خیلی یعنی هم به انسان این چیزا که مشغول نمیشد هم به رسول صلی الله علیه و آله به چی میگوید میگوید یا ابن الخطاب افی شکونه یا ابن الخطاب تو خودت چشم شک دارید اما میگوید این چیز لا شک که آدم چیز شک پیدا میکنند برای همین کتاب‌های خیلی اهل کفر یعنی کتاب‌های تورات و انجیل چیزایی نمیخونند مسلمان این چیزا چه دور میشه کتاب‌های اهل بدعت کتاب‌های خیلی همین الحاد مثلا اتئیستی هم چیزایی که هم چیزایی نمیخونند که چی میکند یعنی این چیزا اعوذ بالله یعنی این چیزای همیشه کسلیه که آدم چه شک پیدا میکنه مثلا همش قرآن سنت باز کن مراد همش حق قرآن سنت باز هم حق قرآن سنت بچه هست خیلی آدمایی که منهج هم شک دارن یا کتاب ابدا اینا هم ببینید ابدا یعنی کسی که یعنی دینتون به قرآن به سنت به منهجتون به عقیدتون به اخلاق سلوک و عبادتون به شک میوره باشد اول مطلوب چه دور شدن وای که برای سپور کردن باشد برای تألیف قلوب باشد وای که ابدا نزدیک نکنید وای آدم فر منه فرارك من الاسد اشیر چل میگریزید علمی خیلی گریز اول همین خیلی چی گریز هیچ وقت وای که چی نزدیکی نکنید وای من نصیحت میکنم وای من از دستش میگیرم وای خدمت چی میکنم وای کذا میکنم این کارو که کار نکنی یعنی چی خودت دور کن از فهم که از همه قیمت ترین چیز برای تو چیه عقیدت و منهج برای همین یعنی نگو که من نصیحت میکنم من این شاید که نقش استاد است من نمیگم نگو برای که تو بچی نمیشه یقین این چیه دوم شرط لا اله الا الله این یقین فقط تمام چیزهایی که لا اله الا الله
لا اله الا الله منهج دربار نمیگیرد کلو ها منهج تمام شده برای همین انسانی که دیدید که منهج اند خیلی ها نااستوار ها مذبذب یعنی راست و چپ رفت استاد اول چیکار کنید دور شوید اول خودتون دور کنید هم به صلاح چیکار میکردن گوش محکم میکرد همه به وقتی که نزد محمد ابن سیرین به اومده گفت که حتی یک صاحب بدعت اومده گفت که چه آیت خونم گفت چیکار کرد یعنی ها لباس پوشیده خونش پرتفته گرفته میبرفته ها نیست که آیت معطوف گوش نمیکنه خونش پرتفته لباسش پوشیده ها میگریزه در خونش امروز چی خونش به تکلیف میکنه بیا میده ها آشکار خونش به تکلیف میکنه ها یا که آشکار خونش به داویده میرات یعنی فهمیدین فرق محمد ابن سیرین فرق این احمق جاهله ها چیکار کرده من نصیحت کردم هم میموری آخرین بیا اوش هم نمیگوستگی نمیموری که مسلم قولی تر میگم همین چیز محمد ابن سیرین همین قدر چیز کرده یعنی ترسید یعنی هم میگم که یعنی تو چی تو جاهلی تو قدر دین نفهمیدی تو خطر شک نفهمیدی تو فکر نکن که دل دست خودت اندنی چه خیلی بای باطل دلت بمیداره تو خدا نادونست بمونی یعنی برای همین ابدا یعنی چی از اهل بدعت دور شدن با تمام معناش که دور شدن با تمام معناش که دور شدن نگوید که من نصیحت میکنم خیر بیاد یعنی من نزد مشایخ خوب میگیرم جا میگیرم خودت اصلاح کن از پی خودت دیده خودتون که چی قدر آهایم نه هم بچه‌ش تو دیدتون که باین اومده میگشتم اینو ها من نصیحت که جا برفت واسه ها واسه کن چی زکات شد که از هر جا بیتون ما به نصیحت کنتون استاد ما این بالا خلاص کنتون استاد والله لازم ما این بالا خلاص کنتون ما غرق کنیم استاد اكو وای نصیحت چیو در کار کوای اگه نصیحت میو بیموت خوب ها خودش نیست الان میخواد میگفت میده هم جنگ شاهد میگفت میده برادر اون وای چیده نرو گفت میگه نما وای به نصیحت میکنم خودش غرق شده رفت الان میگه نمیشیش قطار محمد میشتم یعنی نمیونه تمام خود محروم بیچاره احوالش بینه میگیه یعنی محروم یک چیز خوندن نیست یک چیز نیست یعنی هم میگارد اسم میراد وای طرف میراد اسم میگه چیکار کنم گفتم ها سرگردان یعنی با دیگه منو که بگید یعنی هم به انسان یعنی این چیزی که یعنی علما ها کردن اینند خیر اینند چه بود خیر نعم